سلام، علیرضا اسماعیل‌زاده هستم و تو این پادکست میخوام درباره خلاصه‌ای از سمینارم صحبت کنم. موضوع این سمینار درباره بررسی یک روش نوین استخراج ترکیبات مفید گیاهی با استفاده از دیوکسید کربن فوق بحرانیه. ترکیباتی که بهشون فیتوکمیکال ها میگیم. خب میایم از اینجا شروع کنیم. اصلا فیتوکمیکال ها چی هستن؟ فیتوکمیکال ها ترکیباتی هستن که به طور طبیعی در گیاهان تولید میشن. این مواد اغلب در رنگ، بو، طعم و دفاع از گیاه نقش دارن. اما نکته جالبتر این که این ترکیبات برای بدن انسان هم خاصیت دارن. خواصی از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی قوی، ضد التهاب، تقویت سیستم ایمنی و حتی در مواردی خاصیت ضد سرطانی. به خاطر همین خواص در صنایع مختلف مثل غذا، دارو و محصولات آرایشی خیلی مورد توجه قرار گرفتن. حالا مسئله اینه که چطور این ترکیبات رو به بهترین شکل ممکن از گیاه جدا کنیم. روش‌های سنتی مثل سوکسله، خیساندن با حلال یا تقطیر با بخار آب سال‌هاست استفاده میشن. اما این روش‌ها یه سری ایراد دارن. مثلا نیاز به دمای بالا دارن، زمان برن و ممکن ترکیبات حساس رو تخریب کنن. در ضمن استفاده از حلال‌های سمی هم خودش مشکل جدیه، مخصوصا وقتی قرار ترکیب نهایی وارد زنجیره غذایی یا دارویی بشه. خب اینجاست که استخراج با سیال فوق بحرانی یا به اختصار SFB وارد میشه. تو این روش ما از دیوکسید کربن در حالت خاصی استفاده می‌کنیم، حالت فوق بحرانی. دیوکسید کربن وقتی به فشار و دمای مشخص میرسه که حدود 74 بار و 31 درجه سانتیگراد هست، وارد حالتی میشه که نه گاز خالصه و نه مایع. در واقع یه چیزی بین این دو حالت. تو این حالت خیلی خوب در بافت گیاه نفوذ میکنه و ترکیبات مفید رو بدون آسیب استخراج میکنه. مزیت‌های این روش اینه که نیاز به حلال سمی نداره، توی دمای پایین انجام میشه، پس ترکیبات حفظ میشن. میشه اون رو خیلی دقیق و انتخاب پذیر کنترل کرد. دوستدار محیط زیسته و پسماند خطرناک هم نداره. توی سمینارم من 4 مقاله معتبر رو بررسی کردم که از این روش برای استخراج ترکیبات فیتوشیمیایی از گیاهان مختلف استفاده کرده بودن. مقالات در مورد پوست گوجه فرنگی، پالپ قهوه، زردچوبه و زنجبیل پرویی بود. توی همه این مطالعات مشاهده شد که هرچی فشار و زمان استخراج بالاتر بره، بازده بیشتر میشه و مقدار ترکیباتی مثل لیکوپن، بتا کاروتن، کورکومین و جینجرول افزایش پیدا میکنه. جالب اینجاست که توی بعضی از آزمایش‌ها وقتی از اتانول به عنوان کمک حلال در کنار کربن دی اکسید استفاده شد، اثر آنتی اکسیدانی استاره خیلی بیشتر شد. یعنی ترکیب دو روش یا دو حلال میتونه عملکرد رو به شکل چشمگیری بالا ببره. و در نهایت جنبندی این که استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید یک روش مدرن و سبزه که با حفظ کیفیت و بازده بالا جایگزین خوبی برای روش‌های سنتی میتونه باشه. البته این روش بدون ایراد هم نیست. تجهیزاتش گرونه، تنظیم درست پارامترها نیاز به تجربه و آزمون و خطا داره، اما آینده خوبی براش پیش بینی میشه، به ویژه اگر با روش‌های مثل اولتراسونیک یا مایکروویو ترکیب بشه. خلاصه اینکه اگر به دنبال استخراج ترکیبات گیاهی با کیفیت و سالم هستیم، کربن دی اکسید فوق بحرانی یکی از بهترین گزینه‌هاست. ممنونم که تا پایان همراه من بودید. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه.